سلام آرافوجای عزیز، همونجور که بهتون قول داده بودم دیگه نوروز هستش و وقت تبریک گفتن نوروز پیش و اینکه با هم دیگه بریم کوکو سبزی به روش شمالی رو بهتون یاد بدم و ماهی شکمپر شمالی و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشیم. خب من برای درست کردن این کوکو سبزی به گردو، زرشک و سبزی کوکو و نمک و فلفل و زردچوبه احتیاج دارم که برای 300 گرم سبزی من یه پیمانه زرشک و یه پیمانه گردوی خرد شده ریختم توش و 8 دونه من تخم مرغ ریختم چون تخم مرغم تقریبا ریز بود. اگه تخم مرغاتون درشته 6 تا تخم مرغ کافیه. تو روغن داغ میریزیم و درشو میبندیم. اینجا شعله گازو خیلی کم میکنیم تا با حرارت پایین کوکو مغز پخت بشه. وقتی یه طرفش سرخ شد برش میگردونیم و همینجور داغ داغ برش میزنیم تا یک طرف دیگرش هم سرخ بشه. حالا با هم دیگه بریم برای درست کردن ماهی شکمپر که همینجور که در تصویر میبینید مواد لازم رو من براتون گذاشتم. فقط ماهیمون رو میشوریم، خشک میکنیم، نمک و فلفل و زردچوبه میزنیم و سبزی معطر از هر کدوم یک پیمانه. سبزی معطر، گردو خرد شده نه له شده، زرشک، پودر پاپریکا یک قاشق و پودر گشنیز یک قاشق هم نمک، ادویه ماهی که همون زنجبیل و پودر سیر و پودر پیاز هستش و اینجا من دونه انار خشک شده یا اگه ندارین همون انار دون شده و یک بوته کامل سیر له شده رو میریزم و مواد رو مخلوط میکنم و اینجا از پودر رزماری، آویشن، پودر شنبلیله، پودر ریحون و پودر گشنیز استفاده میکنم. و اگه به سبزی‌های شمال هم دسترسی دارین که چوچاق و زلنگ و انار ریجه هستش میتونین استفاده کنین که بوش محشره. 3 قاشقم رو به انار ریختم و مواد خوب مخلوط کردم و 1 ذره روغن ریختم تو تابه و مواد رو یه تفت میدم، نمیذارم سرخ بشه، فقط میخوام بوی خامی ازش بیاد بیرون و در آخرم 2 قاشق پیاز سرخ شده بهش اضافه میکنم، میذارم مواد خوب سرد بشه و شکم ماهی رو باهاش پر میکنم. در ضمن ماهیتون میتونه از هر نوع ماهی باشه و اینکه الان وقتشه که من دستکشم رو در بیارم چون ماهی متاسفانه تو دستم سر میخوره. خب با نخ سوزن یا خلال دندون یا سنجاق قفلی با یا هر چیز دیگه ای شکمش رو کاملا میدوزیم، چند تا برش میدیم، روغن زیتون میریزیم توش و میذاریم داخل فر 180 درجه به مدت 40 دقیقه. ماهی سمن دارم دوباره روش ادویه های ماهی میریزم مثل فلفل، نمک، زردچوبه، پودر زنجبیل، پودر سیر و پودر پیاز. خب ببینین ماهیمون کاملا برشته شده و آره این فقط مال مازندرانی هست. میره تو شکم ماهی که الان اینجا هستش بعد با ماهی خورده میشه. اصل معجونه، یعنی این یه معجونیه که هیچ کسی نمیتونه هیچ جایی رو پیدا کنه مال مازندران به جز خونه یه مازندرانی. آفرین، خونه یه مازندرانی.